شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. توم تیلیس سناتори ҷумҳурихоҳ از ایالات کارولینای شمالی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت جنگ در اوکراین و ایران بایانگری نزاعی گسترده‌تر میان جهانی دموکراتی و جهانی خودکامگان است. او تاکید نمود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اهداف ژئوپلیتیکی خود فراتر از اوکراین را در نظر دارد، اما افزود که تمرکز بیشتری آمریکا با اوکراین میتواند به این جنگ پایان دهد. سناتور تیلیس در ادامه صحبتش چنین ذکر کرد: من احساس میکنم پوتین تلاش دارد وانمود سازد که گویا میتواند دوست امریکا باشد و یا با ما همزیستی هماهنگی داشته باشد، اما در واقع چنین اندیشه‌ای را در سر ندارد. او میخواهد هر گونه نفوذ ایالات متحده را از اروپا، از خاورمیانه از بین برد. من یک چیز گفتم و فکر میکنم بعضی ها را به حیرت آورد. از بعض جهت پوتین مثل قاسم سلیمانی است. او برای مرگ امریکایی ها مسئول است. تنها شماره فرق میکند. سلیمانی را با آن متهم کردند که در مرگ صدها نظامی امریکایی دست دارد. هیچ شکی نیست که دست ولادیمیر پوتین به خون نظامیان امریکایی آلوده است، از جمله توسط گروه‌های نیابتی، همکاری با ایران و توسط کاری زرخریدانش. توم تیلیس همچنین به رادیو آزادی گفت کشورهای دموکراتی باید تهدیدها را عمیق‌تر درک کنند. ما باید اعتراف کنیم که مخالفان ما تنها درباره کشورهای هممرز خود فکر نمی کنند، به فراتر می نگرند. این یک نبرد میان جهان دموکراتی و جهان خودکامگان است. همیشه چنین بود و احتمالاً همیشه خواهد ماند. باید به تصویر کلی نگاه کنیم. ما باید فراتر از ایران بنگریم و فعالیت‌های روسیه در افریقا، به خصوص افریقای شمالی نظر کنید. ببینید آنها در اوکراین چیکار میکنند. به جنگ گیبریدی بنگرید که حالا در مولداوا و کشورهای بالکان در سراسر اروپای شرقی پیش میبرند. منظورم این است که روسیه در حال جنگ است و ما شاید تنها برای محدود کردن آن سعی داریم، اما می توانیم به این جنگ خاتمه دهیم. اگر توجه خود را به اوکراین روانه کنیم، هیچ راهی برای پیروزی ولادیمیر پوتین نمیماند. اجازه دادن به پیروزی او به پوتین امکانیت میدهد نفرت برانگیزد و اصولهای ضد دموکراتی را در سراسر اروپای شرقی و افریقا پهن کند. این همان جنگ جهانی است که پوتین میخواهد با مبارزه در آن پیروز شود. توم تیلیس سناتори حزب ҷумҳурихоҳ از ایالات каролинаи شمالی آمریکا درباره جنگ ایران و اوکراین و هدفهای درازمدتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت میکرد.